سلام بینندگانی عزیز، برنامه اطلاعاتی امروز را حسن آغاز می‌بخشیم. در استودیو با شما من ملوین منظر و قرار دارم. اینک متوجه باشید و سرخط خبرهای مهم روز. قانونگذاران یقین دارند که سطرپوشی و ریشمانی را قانون منع نکرده است. پس به آن همه تهدید و فشارها بالای مسلمانان کی جوابگر است؟ تحصیل برای کودکان از اول ماه اوگوست شروع می شود. پرواز هواپیما میانی تاشکند دوشنبه برقرار می شود. 20 مهاجر زندانی از روسیه برگشتند اما کار کردن نمی توانند. سبب چیست؟ رحیمزاده محمد زبیر دیرکتور مرکز ملی قانونگذاری نزد پرزیدنت تاجیکستان ابراز داشت که قانونگذاری کشور برای پوشیدن سطر و ماندن ریش هیچ محدودیت جاری نکرده است. رئیس مرکز ملی قانونگذاری نزد پرزیدنت اعلام نمود که در خیابان‌های ما هیچ کس بر ریش‌گذاری و سطرپوشی شهروندان کاردار نشده است. اما اینجا مسئله امنیتی است. ما شاهدی آنیم که چگونه در ترکیه، سوریه، عراق و دیگر کشورها ترکش‌های زیادی را عملی می‌کنند. افراد بیگناه می‌فوتند. بنابراین در کنستیتوسیون تاجیکستان هم آمده است که برای تأمین امنیت باید احتیاطکار باشیم. آیا این اقدام سبب تأمین امنیت در کشور است و یا برعکس سبب افزایش تندگرایی و برانگیختن فتنه و شرایط جنگ در تاجیکستان است؟ اصلا طبق سرقانون امروز دخالت به حقوق‌های فطری انسان یگان مقامات ندارد و امروز برای همه شهروندان سرقانون حقوق آزاد در سر و لباس، در انتخاب، در همه حالت داده است. بنابر همین امروز وقتی که وزیران رهبران مقامات ها در نشست‌های خبری آشکارا میگویند که حقوق یگان نفر رعایت نشده، این دروغ محض است. امروز ما صدها نفر شاهدا داریم که مثلا محدود کردن حقوق شهروندان در سر و لباس اسلامی یا دویم که دست درازی کردن به قتل خواهران مسلمان و شخصان ریشدار، این همه از جانب مقامات حفظی حقوق و کارمندان ملیسه صورت گرفته ایستاده است. همه روز دهها شهروندان را به شعبه کارهای داخلی میبرند، ریش آنها را میتراشند، از سری دویم زنها خطر آنها رو میکشند و امروز وزیر دیده دانسته در نشست مطبوعاتی صدا بلند میکند که یگان کارمند ملیسه به این دست نزده است. امروز اگر صرف از روی قانون گیریم ما بهترین قانون ها رو داریم. امروز هر قانونی ما کفالت داده است که ما میتوانیم آزادانه لباس پوشیم، در انتخاب لباس آزاد باشیم. قانونگذاران یقین دارند که سطرپوشی و ریشمانی را قانون منع نکرده است. پس با این همه فشار و تهدیدها بالای مسلمانان کی جوابگر است؟ عبدالجبار علیف سردار ریاست مکتب‌های میانه وزارت معارف راجع از 1 اوگوست شروع شدن تحصیل برای خوانندگان صنف یکم یعنی برنامه مخصوص با عنوان آمادگی به مکتب به نظر گرفته است. با گفته علیف در این یک ماه خوانندگان ضمن بازی‌های شفق‌آور با حرف و رقم‌ها آشنا می‌گردند و تا سر شدن مکتب الکی آماده می‌شوند و برای معلمان دشواری نیز نمی‌شود. بنا به اطلاع وزارت معارف و علم تاجیکستان امسال بیشتر از 180,000 کودکان بار نخست به آستانه مکتب قدم خواهند گذاشت. تحصیل در مکتب‌ها در چهارچوبه این برنامه از روز دوشنبه تا جمعه صورت می‌گیرد و شنبه روز استراحت خواهد بود. سردار ریاست مکتب‌های میانه وزارت معارف هدف از راه‌اندازی تحصیل 1 ماه قبل خوانندگان صنف‌های یکم را به آماده نبودن برخی از کودکان به تعلیم ربط داد. با گفته او در کشور شماره کودکستان ها کافی نبوده، تیاری به مکتب در زینه تحصیلاتی تا مکتبی همه خوانندگان را در بر نمیگیرد. این برنامه آمادگی به مکتب است. یعنی کودکان را همه پیش در سیستم دولتی پیشتر همه در سیستم 2 هفته آمادگی به مکتب بود. یعنی کودک با مکتب شناس میکردن، با جریان تحصیل در همون سال تحصیل شناس میکردن. یعنی این از روی برنامه تحصیل تا مکتبی 6 ساله 7 ساله که هست همون آماده به مکتب میکردند. یعنی کودکان در شکل مشغولیت های بازی، در شکل آموزش یگان حرف رقم ها
اونا رو آماده میکنن. حاضر سپارش حکومت قطعی وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان برنامه مخصوص آماده نمودن کودکان سنی 6-7 ساله به تحصیل در صنف 1 را تهیه نمود. از روی همین برنامه در مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی ابتدایی و میانه کسبی که صنف‌های ابتدایی دارند درس‌های آمادگی به مکتب با خوانندگان گزارنده می‌شود. نورعلی دولتوف بیان کرد که قطع فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به شعبه به تندگرایی دین در جمهوری مساعدت می‌کند. او از جمله کارشناسان معروف کشور مورخی که سالهای عامل سرزدن جنگ شهروندی و به سر و سامانی‌های سالهای 90 عصر گذشته را بر رشته تحلیل و تحقیق کشیده است. تأکید شد که قطع فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اکثر اعضای آن را به پنهانکاری وادار می‌نماید یا مجبور می‌سازد که به صف سازمان‌های دینی تندگرایی غیرقانونی اعضا شوند. وقتی حزب کمونیست در اتحاد شوروی سر حاکمیت قرار داشت، گرفتن بلیت حزبی از جانبداران آن و خارج شدن از صف حزب برای کمونیستان معنای تلف دادن همه چیز، کار و منصب و بعضاً آزادی را نیز پی در پی داشت. ولی با گرفتن بلیت حزبی از جانبداران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان آنها از چیز محروم نمی‌شوند، میگوید کارشناس تاجیک. من فقط یک چیز گفتم میتونم که همین حکومت‌های تاجیکستان نه در زمان شوروی نه بعد شوروی هیچ وقت حاضر نبودند که حزبی مثلا خاراکتر دینی داشته را در تاجیکستان رسما اعتراف کنند. این که اعتراف کردن، این که راضی شدن که یک حزب خاراکتر دینی داشته در تاجیکستان، این در زیر فشار بین‌المللی بود. ماه سپتامبر سال 1991 وقتی که اتحاد شوروی فاش خورده بود، در کنستیتوسیون قانون اساسی تاجیکستان تغییرات وارد کرد. هر گونه تاجیکستان دولتی دنیوی است و این معنی را داشت که مثلا فعالیت حزب‌های خاراکتر دینی داشته اجازه دادن نمی‌شود. یعنی که بعد جنگ شهروندی هم شمال کشورهای نظیر و همون کشورهای زیده هم من حکومت تاجیکستان مجبور کردن که از نو همین حزب نهضت اسلامی را اعتراف کند و به فعالیتش اجازه دهد. فریده یعقوبزاده سردار ریاست رابطه‌های بین‌المللی وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان امروز در یک نشست خبری مسئله پرواز هواپیما طریق خط سیر دوشنبه تاشکند را که ماه یونی سال روان در تاشکند ضمن جلسه اخیر کمیسیون بین حکومتی همکاری‌های اقتصادی و تجارتی تاجیکستان و ازبکستان مطرح گردیده بود، تنها بعد تهیه زمینه معیارهای حقوقی داخلدار دوباره راه‌اندازی شده می‌تواند بررسی کرد. یعقوبزاده تاکید داشت که مسئله دوباره برقرار کردن خط سیر هوایی میان تاشکند و دوشنبه با تشبث ازبکستان بررسی شده است. با گفته او عین زمان کارهای تهیه زمینه معیاری ادامه داشته، بعد آن باید سازشنامه داخلدار در بخش اویاتسا به امضا رسد. تنها بعد این درباره دوباره راه اندازی نمودن خط سیر هوایی میان تاشکند و دوشنبه میتوان به پرگی حرف زد. درباره پرواز خط سیر تاشکند دوشنبه، دیرکتور فرودگاه بین المللی دوشنبه رستم خالقوف به ژورنالیستان اظهار نمود که در رابطه با دوباره از سر گرفتن پرواز هواپیماها طریق خط سیر تاشکند دوشنبه این فرودگاه به شرکت ملی هواپیمایی تاجیک ایر آگاهینامه رسمی نگرفتند. خونده باشد اینجا نقطه اساسی نیست، اینجا بود پرواز عملی میشدم، متاسفانه قطع شده در سال 2001 از جانب ما یکان مشکلی نیست برای کشیدن خط سیر را. ماه ایون جلسه کمیسیون بین حکومتی تاجیکستان و ازبکستان دایر شده بود که هر دو جانب از جانب ازبکستان هم خواهشی برقرار کردن پروازها بین تاجیکستان و ازبکستان این مسئله هم بررسی شده بود، پیشنهاد هم شده بود از اون جانب هم. از همین خاطر این زمان در بررسی کارشناسان قرار دارد. یک مشکلی که ما داریم سازشنامه نداریم درباره علاقه هوایی بین تاجیکستان و ازبکستان. از همین خاطر ما میخوایم کارکرد کرده شود و به امضا رسانیم. یگان مانع نیست، دو جانب علاقه خواهش خودشون ابراز کردن در همون جلسه که در تاشکند شده بود. این مسئله علاقه در بررسی قرار دارد. شکر خدا که علاقه هست گرمی از هر دو جانب هم این مسئله باید حل شود انشاءالله، چون که کوشش جانب هم است و خواهش هم است، میل هم دارم. از همین خاطر ما مانع نمیبینیم. بینندگان عزیز، حالا شما را با برخی از خبرهای اساسی منطقه کوتاه آشنا می‌سازیم.
گروه طالبان با تصدیق فوت ملا عمر از انتخاب رهبری نو برای خود خبر دادند. بخش انگلیسی الجزیره تکیه به منابع خود در گروه طالبان در این باره اطلاع داده است. با قول منابع الجزیره، حالا ملا اختر منصور به جای ملا محمد عمر رهبری نوی طالبان افغانستان انتخاب شده است. عبدالرحمن محمدعلیف، معاون نخست وزیر قرقیزستان، از آمادگی کشورش برای کمک به حکومت تاجیکستان در مورد رفع خسارات آفت طبیعی اخیر خبر داده است. معاون نخست وزیر قرقیزستان در جلسه کاری مسئولین این کشور خواسته است مسئله کمک به ساکنان آسیب دیده تاجیکستان را حل کند. او گفته است: با نظرداشت خسارات آفت طبیعی اخیر به ساکنان تاجیکستان فکر میکنم همه گونه کمک از جانب ما در این وضعیت برای همسایه کشورمان بسیار سری وقتی خواهد بود. طور همه ما میدانیم حالا با تاجیکستان روابط خوبی دوستانه داریم و وقتهای آخر آن هم باز تقویت مییابد. کارمندان خدمات امنیت ملی ازبکستان دو شهروند تاجیکستان را بازداشت نموده از آنها بیش از 20 کیلو مواد مخدر افیون مصادره کردند. در جریان تفتیشات پیشکی معین کرده شده است که اعضای گروه جنایت پیشه مشغول به معاملات غیرقانونی مواد مخدر 20.6 کیلو افیون را با نرخ $2,500 ایالات متحده آمریکا برای 1 کیلو در قلمرو ولایت سمرقند فروختنی بودند و آن را دستگیر کردند. ریاست حفظ اجتماعی و شغل اهالی در منطقه کولاب خبر داد که طی 2 ماه آخر 20 مهاجر کاری را که چند پیش از زندانهای روسیه آزاد شدند به وطن فرستاده شد و حالا همچون شهروند بیکار ثبت نام شدند. اما این 20 نفر نمیتوانند کار کنند زیرا بعد از حبس مریض شدند که تا حال سبب اساسی مریضی آنها معلوم نیست. ظفر نسیموف، یک تن از مهاجر زندانی ساکن 34 ساله از کولاب بوده است که ماه پیش به وطن برگشت. او میگوید ریاست شغل اهالی همچون یاری به یک شهروند بیکار با او تا 6 ماه آینده 250 سومانی میدهد. به ظفر نسیموف پیشنهاد شده بود که در ساختمان کار کند، اما او به علت بیماری این پیشنهاد را نپذیرفت. نسیموف حدود 6 سال پیش با اتهام نگهداری مواد مخدر در روسیه بازداشت شده بود. سویتلانا گانوشکینا، رئیس کمیته مساعدت شهروندی و عضو شورای حقوق بشر نزد پرزیدنت روسیه بارها به مطبوعات گفته است که اکثر پرونده های مربوط به مواد مخدر مهاجران غیر قانونی ساخته می شوند. بر اساس قانون حکومت تاجیکستان برای هر زندانی که تازه از زندان رها می شود تا پیدا کردن جای کار به مدتی از 3 تا 6 ماه کمک مالی می کند. کمک مالی که به گفته خود ظفر برای او و 3 فرزند نابالغش داده می شود تنها برای 3 روز بسندگی می کند. تماشابینان گرامی، اینجا پایان برنامه امروز است. امیدواریم که همیشه خبرهای خوش نصیبتان گردد. تا بازدید.